درود بر شما. میخوام توی این ویدیو در مورد راحتی ثبت سفارش صحبت بکنم. ما الان تو دوره زمانه‌ای داریم زندگی میکنیم. افراد خواسته هاشون مشخصه، یعنی مثلا من یه محصولی رو میخوام، میام سرچ میکنم و راحتم میخوام کارتمو بکشم و به محصولم برسم. من اگر یه مدیر کسب و کار خوب و قوی و فهمیده باشم، میدونم یه سری از سوالات در مورد اینکه من چجوری سفارش بدم، چجوری دریافت کنم، خدماتتون چیه، یا هر مسئله دیگه‌ای که تو کسب و کارم به وجود اومده و سوالاتی که از طرف ذهن مخاطب من مشتری من به وجود اومده دارم تو ذهنم. میام چیکار میکنم؟ این سوالات رو دسته‌بندی میکنم و برای سوالات یه سری جوابا رو در نظر میگیرم. جوابای کلی رو میام چیکار میکنم؟ یه ویدئوی خیلی قوی به عنوان تولید محتوا ازش استفاده میکنم و زمانی که مخاطب من توی دایرکت از من سوال پرسید، اون ویدئوها رو واسش ارسال میکنم. یا نه، یه سری قوانین خیلی خاص دارم، میام اون قوانین خاصم رو توی گرافیکی که به برندم بخوره، بر اساس لوگو و رنگ بندیم باشه، میام دسته‌بندی میکنم، جوابا رو مینویسم توی اون گرافیکه، توی دایرکت واسه طرف ارسال میکنم. یا یه سری از مسائل دیگه هستش در مورد اینکه مثلا چجوری به دستم میرسه، میام اونا رو هم دسته‌بندی میکنم توی گرافیکی، واسه زمانی که میخواد از من سوال بپرسه واسش ارسال میکنم. یه زمانی هم هست میخواد از من شماره کارت بگیره، میام توی گرافیکی که به برندم بخوره، خیلی زیباه، خیلی شکیل، طراحی میکنم شماره کارتمو، بر اساس اون واسه مخاطبم ارسال میکنم. یه زمانی هم هستش که دیگه واسش ارسال کردم و میخوام یه متن سپاسگزاری واسش در نظر بگیرم، میام بر اساس گرافیکم یه متن سپاسگزاری رو طراحی میکنم و واسش ارسال میکنم. این مسیری میشه که راحتی ثبت سفارش و جواب سوال با مخاطب خودم به وجود میارم و برای مخاطبم یه مسیر خیلی راحت، خیلی لذت بخش و خیلی روون و در اختیارش قرار میدم. گفتم که بیام این ایده رو باهاتون مطرح بکنم و بهتون بگم راحتی ثبت سفارش برای هر برندی الزامیه و اگر شما در نظر داشته باشید تمام برندها دارن از این قوانین پیروی میکنن و مسیر مخاطبشون و مسیر خرید مخاطبشون رو خیلی ساده، خیلی روون و خیلی لذت بخش میکنن. امیدوارم از این ویدیو استفاده بکنید و توی برند خودتون هم به کار ببرید.